چند ماهی است که برای نخستین بار در کشور گلیم کحلی رحمت به جای زیرانداز به صورت کیف‌های خوش رنگ و نگار بر دوش بانوان استفاده میشه. با ساخت این کیف اشتغالزایی چند برابر شده، بافنده ها بیشتر رغبت میکنن به بافت این دست بافته. دیدیم ها چه بافته میشه، ما میرمشو اینجا برش میزنیم و تبدیل میشه به چیف. بیکار بودیم ولی الان داریم یه چیزی تولید میکنیم میریم دست مردم و خوشحالیم. با اینکه فقط 6 ماه از تغییر کاربری گلیم و تبدیل اون به کیف‌های سنتی گذشته، اما به خوبی در قفسه فروشگاه‌ها جای خودش رو باز کرده. از وقتی که تنوعشون زیاد شده استقبال مردم هم بیشتر شده. هم طرحش قشنگه، هم از سنت ماست گلیمش. واقعا لذت میبرم از اینا استفاده کنم. کشورهایی که محصولات ما میرن کشورهای اروپای غربی هست و حوزه خلیج فارس هست، اینا کشور آسیای شرقی هست. تبدیل گلیم به کیف باعث شده تولید گلیم با دستان هنرمند 6000 بافنده گره بخوره و بازار تولیدش گرمی دوباره‌ای بگیره. میزان تولید گلیم استان در سال 91 و 92 300,000 متر مربع بوده. با اجرای این طرح به 600,000 متر در واقع رسیده. تنور تولید گلیم تا حدی گرم شده که بانوان استان در 138 روستا در کلاس‌های آموزش صنایع دستی شرکت می‌کنند تا این هنر رو بیاموزن. اومدم اینجا چه گلیم بافیات کنم، چه شغلی تو خونه برای خودم داشته باشه. یه بچه هم دارم خریدم، خون خریدم با همه گلیم بافی. کلاس‌هایی که شما مشاهده می‌کنید باعث شده که الان تا 164 نفر خانم در خونه‌شون کارهای گلیم انجام بدن، یعنی گلیم تولید بکنن. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا پایان سال 95 میزان تولید گلیم در کحلی رحمت به حدود 900,000 متر مربع